دوستان سلام. بریم سراغ ادامه مثنوی. ما رسیدیم به بیت 809 دفتر اول از روی نسخه آقای محمد علی موحد، داستان پادشاه جهودی که نصرانیان رو میکشت، پادشاه جهود دومی که نصرانیان رو میکشت، که اومده بود یه آتیشی روشن کرده بود و کنارش بتی گذاشته بود و میگه هر کی سجده نکنه باید بره تو آتیش. و یه زنی رو با بچهش آورد و خلاصه بچه رو از زن گرفت و انداخت داخل آتیش. این زن نزدیک بود که تسلیم بشه و سجده کنه که ناگهان این بچه از داخل آتیش به صدا در اومد و گفت که مادر نترس، من اینجا جام خوبه و جام امن و امانه. و بعد شروع کرد گفت اندر آیده مسلمانان همه، غیر عذب دین عذاب استان همه. اندر آیده همه پروانه وار، اندر این بهره که دارد صد بهار. از اینجا به بعد دیگه ابیات این ویدیومونه. بانگ میزد در میان آن گروه، پر همی شد جان خلقان از شکوه. خلق خود را بعد از آن بی خویشتن، می فکندند در آتش مرد و زن. دیگه مردم وقتی دیدن اینجوریه، این بچه در داخل آتشه و زنده است و داره صدا میده، دیگه مردم ترسشون ریخت و شروع کردن وارد آتش شدن. بی موکل. موکل حالا امروزی میتونیم بگیم مأمور اجرایی، یعنی یک کسی که برای یک حکم قضایی، برای یک دستوری کسی رو مجبور به کاری انجام بده. قدیم میگفتن موکل. بی موکل، بی کشش، یعنی بدون که زوری در کار باشه. بی موکل بی کشش از عشق دوست، زان که شیرین کردن هر تلخ از اوست. زان که شیرین کردن هر تلخ از اوست. تا چنان شد کان اوانان خلق را، مأموران، همون معنی دیگه موکل، مأموران، خلق را من میکردند کاتش در میا، یعنی جلو مردم میگفتن آقا نیاید داخل آتیش، آتیش تعطیله. آن یهودی شد سیه رو و خجل، شد پشیمان زین سبب بیمار دل. بیمار دل یعنی تنگ دل شد، ناراحت شد. کاندر ایمان خلق عاشق‌تر شدند. دلیلش این بود که دید که ما این کارو کردیم مردم دل از ایمان بکنن، این برعکس شد. از قضا سرکنگبین صفرا نمود. در فنای جسم صادق‌تر شدند. مکر شیطان هم در او پیچید شکر، یعنی مکر شیطانی او در او پیچید، یعنی به خودش برگشت. خدای شکرت. دیو هم خود را سیه رو دید شکر. آنچه میمالید در روی کسان، یعنی اون بلایی که شرش به خودش برگشت، اون بلایی که میخواست سر دیگران بیاره نگرفت. جمع شد در چهره آن ناکس. اون چی میخواست؟ میخواست مردم رو غمگین ببینه، مردم رو ناراحت ببینه، در حالی که اون تنگدلی و بیماری نصیب خودش شد. آنکه می‌درید جامه خلق چست، شد دریده آن او ایشان درست. ایشان درست یعنی لباسهای اونها درست بود، سالم بود، ولی جامعه خودش پاره شد. کژ ماندن دهان آن مرد که نام محمد را صلی الله علیه و سلم به تسخر خواند. آن دهان کژ کرد و از تسخر بخواند. مر محمد را دهانش کژ بماند، یعنی ادا در آورد، با ادا نام پیامبر رو آورد، دهانش کژ ماند. باز آمد که محمد عفو کن، ای تو را الطاف و علم من لدن، یعنی ای کسی که تو لطف خدا شامل حالته و علم لدنی داری. من تو را افسوس می کردم ز جهل. افسوس کردن یعنی تمسخر کردن، مسخره کردن. من بودم افسوس را منسوب و اهل. حالا فهمیدم که خودم مسخره بودم. چون خدا خواهد که پرده کس درد، پرده کسی را دریدن یعنی آبروی کسی را بردن، کسی را رسوا کردن، میلشن در طعنه پاکان برد. ور خدا خواهد که پوشد عیب کس، کم زند در عیب معیوبان
نفس. یه موضوع اخلاقی رو میگه اگر خدا بخواد کسی رو رسواش بکنه، او رو میبره به سمت این که شروع کنه که اولیای خدا رو، آدمای آبرودار رو، آدما رو در واقع مسخره کردن و طعنه زدن، خردگیری کردن به اونها. و اگر خدا بخواد کسی رو آبروش رو حفظ بکنه، کاری میکنه که اون آدم عیب جو نباشه، عیب دیگران رو نبینه، خردگیر نباشه. یعنی میخواد بگه اگر تو میخوای آبروت حفظ بشه، آبروی دیگران رو حفظ کن. چون خدا خواهد که من یاری کند، یعنی اگر خدا بخواد یاری به ما برسونه، میل ما را جانب زاری کند، یعنی ما را از تکبر دور میکنه. ای خنک چشمی که آن گریان اوست، وی همایون دل که آن بریان اوست. آخر هر گریه آخر خنده است، مرد آخر بین مبارک بنده است. مرد ما بسیاری از جاها در مثنوی که داریم به صورت عام داریم میشنویم، یعنی انسان. مرد آخر بین مبارک بنده است، یعنی انسانی که آخر رو میبینه ارزشمنده. هر کجا آب روان سبزه بود. از یک تمثیل استفاده میکنه. ندیدی که هر جایی که آبی جویی روانه اونجا سبزه زاره؟ این اشک چشم ما همون چشمه وجود ماست که باعث سبزی درون ماست. هر کجا آب روان سبزه بود. هر کجا اشکی روان رحمت شود. باش چون دولاب نالان چشم تر، تازه صحن جانت بر رویت خضر، یعنی سبزی از وجودت در بیاد. اشک خواهی رحم کن بر اشک بار، یعنی اشک خواهی یعنی اگر میخوای به تو رحم بشه، رحم کن بر اشک بار. اگر یک کسی رو دیدی که ضعیف، ناتوان، قابل ترحم است، کنارش به راحتی عبور نکن. اگر میخوای به تو رحم بشه، تو رحم کن. رحم خواهی بر ضعیفان رحم آر. رو به آتش کرد شه کی تند خو، آن جهان سوز طبیعی خود کو. مگه اون برگشتیم به داستان دیگه، به آتیش رو کرد، آتیش که اون بچه رو نسوزونده بود، آتیش رو اون آدم ها رو نسوزونده بود، خشمگین شد و رو به آتش کرد و گفت که آن جهان سوزی طبیعی، یعنی طبیعت چی شده؟ تو مگه سوزنده نیستی؟ چی شده؟ چون نمی سوزی چه شد خاصیتت، یا ز بخت ما دگر شد نیتت. می نبخشایی تو بر آتش پرست، یعنی تو به آتش پرست، کسی که تو رو می پرسته رحم نمی کنی. می نبخشایی تو بر آتش پرست، آن که نپرستد تو را او چون برست. هرگز ای آتش تو صابر نیستی، چون نسوزی چیست قادر نیستی. توانت تموم شده؟ چشم بند است این عجب یا هوش بند، چون نسوزاند چنین شعله بلند. جادویی کردت کسی یا سیمیاست. سیمیا یکی از علوم غریبه است که حالا قدما معتقد بودن علمیه که میتونه در ماهیت طبیعت تصرف بکنه. جادویی کردت کسی یا سیمیاست، یا خلاف طبع تو از بخت ماست. گفت آتش من همانم آتشم، اندرآ تا تو ببینی تابشم. طبع من دیگر نگشت و عنصرم، تیغ حقم هم به دستوری برم. دستوری یعنی اجازه، اگه اجازه بدن میبرم. بر در خرگه سگان ترکمان، چاپلوسی کرده پیش میهمان. یه مثال میزنه دیگه، میگه توی مثلا یه ترکمنی یه مهمانی براش میره، دم خانه اون، دم چادرش، اون سگ ترکمن برای میهمانا چاپلوسی میکنه، خودشو لوس میکنه، دمشو تکون میده، میاد هی خودشو میماله به اینا. ور به خرگه بگذرد بیگانه رو،
حمله بیند از سگان شیرانه او. میگه من مثل یه سگی میمونم که سگ یک ترکمنی، یعنی در واقع در خدمت خداوند هستم. ور به خرگه بگذرد بیگانه رو، حمله بیند از سگان شیرانه او. من ز سگ کم نیستم در بندگی، کم ز ترکی نیست حق در زندگی. سپاس از شما. ادامه داستان رو در ویدیو بعد میبینیم.